کی گفته تو 7 صبح بری سر کار که با از 4 صبح بیام براتون نون بپزم؟ از الان بگم نفری 10 تا بیشتر نون نمیدم. داداش 60 تا نون زحمته. بگم 10 تا بیشتر نمیدم. خب 6 تا 10 تا بده. بی تو یاد من میدی راست همون نگاش همین میلر بکن توش. آقا این نونات همش جوش شیرینه. خب گاو بخوری باز بیا بخری. حاج آقا تو از صبح تو صف نونوایی 2 تا نونم بخر گناه دارن بچا. ما مرد خمیریم. خانم اینا 3 تا کنجی استرو خشخشی. آقا محض رضا خدا یک دو تا از تو آقایون راه بنداز. اگه بخیر نون بدرسه برو سمت خانم ما حولو. دوست داشتم ماشینم بنز بشه ولی آردی شد. آقا بعد شما دیگه نون نمیرسه. هر کی اومد بگو پشت سر وای نست. باشه. آقا بیا جلو من نون نمیرسه. بیا جلو من وایس. به اون خانم هم بگو بیا جلو من وایس نون نمیرسه. آقا شما بیا جلو من وایس. بیا نون نمیرسه. تو خیلی بوزی. آقا اونجا صف زنای اونجا وای نستا. خانمم گفته یک دو تا نون بگیرم. وقتی چونگی راست دسته. من راجع به چونگی حرف نزدم. فیتالیتی. خوشی جان. آقا میخوای بیای تو صف خانم حداقل رو ریشات بده بعد چادر سرت کو. آقا من دخترم ولی نچرالم. فکر نکن. دوبله سرن. دالگامون. نون آدم سالم نون آدم سیگاری. وازتان چونا. آقا نمال. برای چی؟ نه با شما نیستم شما بمال. به چه قدری یواش کار میکنی؟ سرعت شاترم آوردم پایین. داداش همین نون ما رو برشته ترش کن. بیایم برشته. داداش یکم بیشتر برشتش کن. داداش یکم برشته تر باشه. خوبه؟ نه یکم دیگه برشته تر. او حرومزاده رو نگاشتم.